به به به، ببین کی اینجاست. مامان جان سلام به عشقای دل. چطورید بچه ها؟ خوبید؟ خوشید؟ سلامتید؟ آقا داستان ویدیو از چه قراره بچه ها؟ راستش که ما همه ایرانی ها یه شب یلدایی داریم و امروز میخوایم با هم دیگه یلدا رو جشن بگیریم. خیلی خوب. حالا آقا تو یلدا چیکار میکنیم؟ خیلی وقتا تو انار تو یلدا مثلا لبو میخرن. انار خود یلدا به 2 چیز خیلی معروفه تو چیزا که میخوریم. یکی انار هستش و یکی هندونه که ما اینجا نداریم. عالی بچه، این 2 هستش و واقعا مهمه. این 2 چیزی هستن که همیشه میخوریم و یلدا تمش به تم قرمز معروفه. بچه حالا قراره چیکار کنیم توی این ویدیو؟ قراره 3 چالش رو پشت سر هم بذاریم. اولی چیه؟ یه ویدیویی هستش بچه، بریم با هم دیگه ببینیم و برگردیم. بدترین اناریه که گرد باشه، اما بهترین اناریه که شکلش چارگوش یا مکعبی باشه، چون رسیده و آبداره. بهت قول میدم بعد از دیدن ادامه این ویدیو شیرین ترین و آبدارترین انارها رو انتخاب میکنی. ممنون میشم قبلش این ویدیو رو لایک کنی و اگه هنوز پیجم رو نداری فالوم کن. پوست انار هر چقدر قرمزتر باشه، دونه هاش هم قرمزتر و آبدارتره. اناری که گلش باز شده به احتمال زیاد ترشه، اما اناری که گلش بسته باشه به احتمال زیاد شیرینه. بدترین اناریه که تهش یا نافش سبز باشه، اما بهترین اناریه که اطراف نافش زرد یا قرمز باشه. بدترین اناریه که لکه تیره شبیه برشتگی یا سوختگی داشته باشه، چون آفتاب سوخته شده و خراب و خشکه. اما بهترین اناریه که گلوی باریک و کوتاه داشته باشه، چون آبدارتره و هسته‌های نرم‌تری داره. خیلی خوب بچه، الان که این ویدیو رو دیدیم یارو میاد میگه اناری خوبه که چی باشه؟ دایره‌ای نباشه. خب بچه، اناری خوبه که میگه دایره‌ای نباشه. اناری خوبه که مربعی باشه، گوشه دار باشه. که اینجا ما قراره یه دونه همون چیزایی که میگه با همون مشخصات بیاریم، یه دونه مخالفشو بیاریم. یعنی چی بچه؟ مثلا میگه آقا اناری که مربعیه خیلی خوبه، گرد نباشه. ما میخوایم یه دونه مربعی بیاریم، یه دونه گردشو بیاریم. که این واقعیت. بعد این تهش میگه باید قرمز باشه. این تهش من بیام جلو دوربین بچه نکنید تهش. خب اینجا باید قرمز باشه بچه، اینجا نباید رنگ این رنگی باشه. خب مثلا الان من یه انار بخوام جدا کنم، واسه چقدر انار؟ نه این خوبه. مثلا نکنید چون نوکش قرمزه. بعد اناری خوبه که مربعی باشه، یه ذره نوشته سرش هم باید جمع باشه. خب به این موضوع خیلی دقیق کنم. الان میخوام گردترین رو بین اینا جدا کنم. گرد نیستن ماشاءالله همشون. و بچه آقا یه نکته یادم رفت، اناری هم خوبه که اینجوری کپک نداشته باشه. نه بذار کپک اینجوری سیاه نداشته، یعنی تو آفتاب مونده و سوخته. ببین بچه الان بین اینا این گرده. خب اما من احساس کنم آخه من چه کارم؟ من کی هستم؟ بنده یه راننده تریلی هستم. ماشینم از خودم نیست، خونم از خودم نیست، هیچ کاروباری هم نداره. و سلام نامه تمام. خوبه نیست. تهش چیزه قرمزه و سرش جمعه. سبا بخوایم کنیم، ببین این سیاهی داره، سرش بازه ولی مربعیه. نه این خوبه احساس میکنم. این ذره سیاهی داره. بچه من احساس میکنم این بده. ما این رو بد در نظر میگیریم. الان با هم دیگه برشش میدیم تا ببینیم چیه. خب ببینیم بچه اینایی که میذارم واقعا آیا حقیقت داره یا خیر. حاجی اینم از شانس مایه ها.
من فکر کنم بلد نیستم. نگاه کن توش قرمز بابا، این تهش زرد بود، سرش باز بود، مربعی ولی یکم بود. سیاه سوخته هم حالا ما بریم تم هم بچه یه تست کنیم. اینجا یلدا اومد باز دوباره. دیل بچه ها نگاه کنید، انارش این شکلیه. والا بد در نظر گرفت، چون خوشمزه است. بچه خواهده خیلی خواهده بچه این صدای انار نگاه میکروفون اینجاست. امیدوارم بیفته. بابا بچه پشت سرنه ویدیو پدرمون نرومده، جدی پدرمون نرومده اینجوری نیست که سر آره چیه مگه ویدیو عادیه، پدرمون نرومده. و ما دیگه زیاد نخوریم، بذاریم کنار. حالا یه دونه خوب بخوام انتخاب کنم، نماید بچه ها ته این زیاد زرد نیست، سرش بازه و مربعی شکله. این انار رو میگم. حالا بریم بچه ها اینا ایوا نه میکروفون چیشه که میکروفون افتاد. بریم اینم یه بروش بزنیم. ما اینو میگیم خوب. احساس کنم ویدیو برعکس شده یا اینکه نه نمیدونم. حالا نمید برعکس شده یا چی شده. لکه اینجا یه چاو نزین، یه تق اینجوری میزنید باز میشه. خب به انانی که ما در نظر گرفتیم خوب، رنگی بخوایم حساب کنیم این شکلیه. رنگی بخوایم بگو چون ترشه هم میده حالا نمیدونم چی در نظر بگیریم. خدای من بریم این عینه میزنیم بچه بخون. حاجی بعد ویدیو بچه اینا رو باید همه رو بخوریم، اصراف نشم. بخوام صادقانه نظر بدم، انار قبلی شیرین‌تر و بهتره. این ترش‌تره و جودش خوب بودن ولی این بهتر. بریم سراغ مشق بعدی، بخش 2 مسابقه بچه ها. Let's go. مرحله دوم چیه؟ آقا نواز چی ساکت بچه ها. مرحله دوم چی؟ باید انار رو، چون تایم 1 دقیقه است. خب همیشه بچه ها بهتون میگم چرا میگم تایم 1 دقیقه است. اصلا چی شد یه دفعه به این نظر سنجی بچه ها؟ شب یلدا یکی از طولانی ترین شب هست. حالا برای این یلدا شده که مثلا میگن طولانی ترین شب ما ایرانی هست و از اون روز به بعد روزها طولانی تر میشه، شبها کوتاه‌تر و 1 دقیقه از تمام شبها بلندتره. نه اینکه مثلا مدت زمان 24 ساعت و 1 دقیقه است، نه مثلا 1 دقیقه زودتر شب میشه. مثلا میگن بلندترین شب یلدا. بچه بابت این انار رو دومیه که تو بخش قبل چیزی نه اولی و دوم بذارید کدوم بیشتره؟ دومی بیشتر.
بعد بخورید تو زمان 1 دقیقه. 3 دقیقه شروع شه. 3 مثلا ادیتور وسط میاره، نمیدونم حالا باختم یا بردم. 3 2 1 برید. کارت تلخه، یه چیز جاهاش بچه تلخه. خیلی تلخه. و همه دو من فکر کنم باخته. به ما نیومده حاجی فکر کنم باختم. نه باختم. بچه خدای خیلی خوب خوردم. خدا وکیلی یه لحظه باشید بچه خدا وکیلی خوب خوردم. نگاه کنید اینو که کامل و قشنگ خوردم، اینم کامل و قشنگ خوردم. این دوتا رو دیگه وقت نکردم، با پوست خوردم ولی خب خیلی موندش. ولی خب خدا تو زمان 1 دقیقه باز مثلا اگه مثلا چالشی بود یه چیزی زمان 1 دقیقه خیلی کمه. بریم بخش 3. خواهی داره به بچه نمیدونم چرا ضبط نکرده و یه تیکه‌ای که داشتم این بخش رو توضیح میدادم، ولی بچه این بخش فال حافظ میخوایی بگیریم توی شب یلدا خیلی میگیرن. حتما بچه تا آخر ویدیو همراه باشید. خفنه. من بچه ما فال رو آوردیم. فال الان واسهتون بخونم عشق کنیم و ببینیم چیه. یه نیت کردیم و این اومد: فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون اشوکند در کارش، دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشد، خواجه آن است که باشد غم خدمت کارش، جای آن است که خون موج زد در در لعل، زین تغابن که خزوفه می شکند بازارش، بلبل از فیض گل آموخت سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل طبیعی در مقامش. به هیچ نمیفهمم چی داره. خب ای که در کوچه معشوق ما میگذری، بر خود باش که سر میکشند دیوارش، آن سفره کرد که 100 غافل دل، ثمر اوست هر کجا هست خدایان به سلامتش دارد. به صبح آفتین گرچه خوش افتاد، ای دل جانب عشق عزیز است فرو افتاد. صوفی سرخوش از این دست که کج کرد، کلاه بدو جام دگر آشفته شود دستارش. دل حافظ که به دیدار تو خونسرد شده است، نام پرورد وسایل است مجوز آوازش. به بچه ها تعبیر فعال امروزمون چی بود؟
این فال درباره ناهماهنگی خواستن هاست، جایی که هر کس درگیر خیال خودش است و در همین ناهماهنگی ریشه رنج می شود. یا علی! بلبل در دنیای وسال است و گل در فکر جلو فروشی یعنی یکی دل می‌دهد و دیگری مدیریت می‌کند. تعبیر امروزت این است. بچه میخونم از یه جوری میشم. تعبیر امروزم حسینه. بذارید که اگر احساس میکنی بیشتر از طرف مقابل میسوزی یا میفهمی، تو هم نیست. توانزن هم خورده به این دیر یا زود خودش را نشان میده. یکی هست خب من ازش رنج میکشم، نمیدونم میکشم، خب دیر یا زود خودش رو به نشون میده. نشونم بده حتی نه خوشونت نه، همیشه خنده. خب بعد من بقیه بهم دل میدن، من مدیریت میکنم یا شما رو داره میگه. عشقای دل، مرسی که در ویدیو رو همه بود. خیلی خیلی دوستتون داشتم، واقعا سر اینجور ویدیو میترکم و خواستم اینو بهتون بگم بچه‌ها باید با من بیاید. خواستم اینو بهتون بگم سر این ویدیو من خیلی زحمت کشیدم. تو خدا شما فقط میتونید با یه کار از دل من در بیارید. اون چه کاریه؟ آفرین! ما رو دنبال، سابسکرایب، لایک و زنگوله فعال کنید. هر وقت ویدیوشو با قرار شد و از سابسکرایب کردن پشیمون نمیشید. تا ویدیو دیگه بدرود.